سلام و درود بر شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظات به کامتون باشه. امروز در مورد موضوع خیلی مهمی میخوایم صحبت بکنیم که در دوران سختی ها و سلام و درود فراوان. احوالش خوب هستین؟ قربان مشتاق شما. دارتون آقای دکتر. سپاسگزارم، ممنون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دوستان هستم. خیلی ممنون از لطفی که کردین و وقت گذاشتین و موضوع قشنگی که در موردش میخوایم صحبت کنیم با کسالتی هم که داشتیم وقت گذاشتیم. واقعا شفقت ورزی فرمودین به همه ما. لطف کردین. داشتم صحبت میکردم که آقای دکتر در این زمانه خشونت ها و بدرفتاری ها، گاهی وقتا تو سطح اجتماعی، گاهی وقتا تو روابط بین فردی، ما بعضی رفتارها رو میبینیم که انگار با احترام به کرامت انسانی یکم منافات داره و احترام گذاشته نمیشه یا مهربانی ورزیده نمیشه. و من فکر کردم که خیلی در مورد خشونت صحبت میشه تو این دوران که با خشونت ها چی کار کنیم، ولی به شفقت ورزی کمتر پرداخته میشه متاسفانه. اینکه ما چگونه به خودمون شفقت بورزیم، چگونه به همدیگه شفقت بورزیم وقتی که تو سختی‌ها و مصائب زندگی قرار داریم، تو مسائل اجتماعی دشوار قرار داریم و مسئولیت فردی ما در قبال خودمون و در قبال همدیگه و نوع بشر چیه، به این کمتر پرداخته میشه. ما انگار فقط دفع خشونت رو میخوایم صحبت بکنیم، ولی که چگونه تاثیرات خشونت رو خودمون کم رنگتر بکنیم و سلامت روان و جسم خودمون رو مراقبت کنیم، این در موردش کمتر صحبت میشه. و شفقت ورزی یا همون کامپشن داشتن موضوعیه که خیلی الان تو مسائل هم فلسفی هم روانشناسی خیلی داره صحبت میشه در موردش و من فکر میکنم لازمه که تو این زمینه خیلی تو جامعه، سطح جامعه، آگاهی افزایی اتفاق بیفته و صحبت بکنیم در رابطه با اینکه اصلا شفقت چیه و چطور در برابر خشونت قرار میگیره و راهکارهاش چیه، موانعش چیه، کلیدهاش چیه، ویژگی‌هاش چیه. من خیلی خوشحال میشم که تو این زمینه ما رو راهنمایی بکنید و تمرینای عملی هم داشته باشیم. اگر موافق شما باشین، ممکنه این بحث انقدر هم شیرینه، هم عمیقه، هم نیاز و ضرورت داره، شاید چند جلسه در موردش وقت بذاریم. اگر شما وقت داشته باشید ما از الان دست پیش بگیریم و وعده و تعهد بگیریم از شما. خواهش میکنم، ما در خدمت شماییم. به شک سپاسگزارم. ضمن عرض سلام و ادب مجدد در خدمتتون هستم. از نظر من یه مطلبی در این مورد آماده کردم که حالا تا حد توانم در خدمت شما خواهم بود. ببینم خیلی ممنون. شما همیشه محبت داشتیم واقعا. خیلی مقدمه بسیار خوبی فرمودید و براستی در حقیقت یکی از مسائلی که ما درگیرش هستیم، هم در سطح فردی، هم در سطح خرد خانوادگی و هم در سطح کلان اجتماعی و سطح کلانتر جهانی، معضل خشونت است. واقعا ما در روزگاری به سر میبریم که شقاوتی رو میبینیم، قساوتی رو میبینیم که در حال گسترش در سطح جهان و شاید انتظارش نمیرفت. شاید ما فکر میکردیم که بشر دیگه عاقل‌تر از این حرفا شده است که به جنگ‌های بزرگ تن بدهد و یا خونریزی‌ها بکند، ولی اما تجربه مثل این که حالا تجربه این روزها نشان میدهد که نه، بشر هنوز گویا به اون درک و درایت کافی نرسیده است. خب مشکل از کجاست و ما چه میتوانیم بکنیم؟ من پرسشم رو نخست با این سخنم رو نخست با این پرسش آغاز میکنم که این شقاوتی که میبینیم ما، یعنی در حقیقت من فقط از خشونت سخن نمیگم، خشونتی که به نوعی سنگدلی و به نوعی شقاوت انجامیده است، به نوعی قساوت می انجامد. چون خشونت ممکنه در حین خشونت ورزی
فرد در این حال عذاب وجدان داشته باشه یا در دلش معذب باشه یا پشیمان بشه، یه احساس لحظه‌ای بدونه. اما زمانی این تبدیل میشه به یک نوع شقاوت و قساوت که فرد کار خودش رو موجه میدونه و به کار خودش افتخار هم میکنه و اینجاست که یک معضل بزرگتری ما باش مواجه هستیم. و خب پرسش اینجاست که آیا اساساً این دیدن این منظره، این صحنه ها آیا ما رو آزار میدهد یا نه؟ اگر آزار میده قاعدتاً خب واکنش ما چیست در مقابل این شقاوت ها؟ آیا میخواهیم که در حد خودمون هر کس در حد توان خودش تلاش بکنه که از این شقاوت کم بکنه یا نه؟ خب من کل موضوعی که آماده کردم پاسخ‌هایست، گزینه‌هاییست که میتوان به این پرسش داد. در مقابل خشونت، شقاوت، قساوت و سنگدلی هایی که در جهان هست ما چه گزینه هایی پیش رو داریم و بعد در موردش بحث میکنیم که کدامش به نظر موجه میتواند باشد و کدام ناموجه. خب اولین گزینه میتونه گزینه بی‌تفاوتی باشه. یعنی برخی معتقدند که میتونه آقا به من ربطی نداره که در خانه همسایه چه میگذرد، اگر که مرد همسایه نسبت به زنش خشونت میورزه به من چه ربطی داره، اگر در جای دیگری از جهان بمب‌های فرو میآید به من چه ربطی داره. خب در مقابل این موضع بی‌تفاوتی سه سطح موضع به نظر من حالا طبق استقصایی که من کردم سه سطح موضع میتوان داشت. خب یک نگاه این است که همون نگاه برخورد اخلاقی بکنیم ما و اون کاریست که سعدی میکنه، همون شعر معروف که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند دادم. یعنی وقتی که از احساس بیغمی میکنی نسبت به مهنت دیگران تو انگار که در موضعی بی اخلاقی هستی و حتی سعدی پا را از این فراتر میگذارد و میگوید که دیگه شأن انسانی خودت حتی انگار که پایین آمده و تو در شأن دیگه انسانیت نیستی، در مقام انسانیت نیستی. که البته اگه در این افراط بشود خودش میتونه تبدیل به بهانه خشونت بشه. حالا این رو بعداً میتونیم در موردش بحث بکنیم. اما یه سطح برخورد، این سطح برخورد اخلاقی بود. یه سطح برخورد علمی میتونه باشه. یعنی ببینید در مورد برخی از شخصیت ها، برخی آدم ها ممکنه واقعا اینا به لحاظ ژنتیک دچار بیماری باشند که نسبت به عواطف دیگران، عاطفه زجر دیگران، رنج دیگران ممکنه بی تفاوت باشند، احساساتی در اونها برانگیخته نشود، دست خودشون هم نباشه و برای این لازم نیست ما اونها رو برخورد اخلاقی بکنیم یا بگیم اینا شأن انسان ندارن. این بیمار تلقی میشه به لحاظ حالا در حقیقت زمینه روانپزشکی بیمار محسوب میشه. حالا اسمش رو روانپزشکان باید بگن اسکیزوئید میگن یا هر چیز دیگری، اینو در سطح خودش قابل بررسی است. یه فیلمی من اخیراً دیدم Let's Talk About Kelvin و در اونجا ما یک کودکی رو میبینیم که از همون زمانی که متولد میشه به لحاظ ژنتیکی بدون اینکه اختیاری داشته باشه نسبت به رنجی که دیگران میبینند عاطفه‌ای نداره و خب قاعدتاً هم باکی نداره اینکه دیگران رو به رنج بیاندازد. ولی نباید به او به چشم یک عنصر پلید شیطانی، اهریمنی و غیر انسانی ما نگاه بکنیم و یا حتی اون رو غیر انسان بدانیم، بلکه اون یه بیماره که بایستی حالا طبق فرمول هایی که در جامعه پیش بینی میشه مهار بشود و کنترل بشود. اما این سطح برخورد علمیش که در مورد افراد ما داریم حالا صحبت کنیم. حالا آیا همه اینا رو میتونیم ما مثلا تو سطح روانشناسی اجتماعی یا روانشناسی سیاسی در موردش سوال مطرح کنیم که آیا ممکنه یه جامعه‌ای، یه گروهی دچار این بشه که نسبت به رنج یه گروه دیگری از انسان‌ها بی تفاوت باشه؟ این هم خیلی بحث جدی میتونه باشه که در جای خودش مطرح بشه.
و سطح سوم از بحث همین بی‌تفاوتی سطح تحلیل محیطی هست. یعنی اون تأثیراتی که ما از محیط میگیریم، آموزش پرورشی که در ما باهاش پرورش یافته ایم و حساسیت هایی که در ما به وجود آمده است. یه موقعی اینه که من به لحاظ علمی هیچ معضلی ندارم. ممکنه که از دیدن رنج حتی یک پرنده، یک مورچه خیلی منقلب بشم، عاطفی بشم و ناراحت بشم، اما در مورد گروه خاصی از انسان‌ها چنین داوری کنم که حقشونه و بنابراین اشکالی نداره. اینجاست که دیگه اون سطح علمی به نظرم در حقیقت فیزیولوژیک که بیشتر در حیطه افراد جواب میده، اینجا جواب نمیده و اینجا داستان آموزش و پرورشه، داستان اون باورهایی است که بر ذهن ما نصب شده به شکل نرم افزار، باورهایی روی در حقیقت سلولهای مغزی ما، سلولهای عصبی ما نصب میشوند که ما بر اساس اون عالم رو نگاه میکنیم و به نحو پیچیده در هم تنیده عواطف ما رو هم همونها برمیانگیزند و به همین دلیله که ممکنه که من نسبت به مرگ یک انسان، رنج یک انسان منقلب بشم و ناراحت بشم، ولی انسان دیگری رو چون از گروه دیگری میدانم حتی احساس خوشنودی بکنم. و اینه که در حقیقت ما میفهمیم چقدر اهمیت داره این سطح آموزش پرورش و باورهایی که در ما شکل گرفته. خب من به لحاظ حیطه کاری خودم و حیطه تخصص خودم با این سطح از موضوع بیشتر کار دارم. یعنی اون سطح اول اخلاقی محل بحث من نیست، سطح علمی محل بحث من نیست. این سطحی در حقیقت که با باورهای ما سر و کار داره. اون آموزشی که ما میدهیم به فرزندانمان که در حقیقت به او یاد میدهیم نسبت به رنج انسانی بی تفاوت باشه، بی اهمیت بگیرد رنج گروهی از انسانها رو و رنج گروه دیگری رو، گروه خودی رو در حقیقت نسبت بهش تفاوت قائل باشد. خب البته همینجا این رو هم بگم، یعنی نقد رو هم وارد کنم. واقعا اینها اگر تفکر سیستمی داشته باشیم میدونیم که این بی‌تفاوتی ها ضررش به چشم ما میخوره، به خود ما برمیگرده. یعنی حتی اگر ما بخواهیم کاملا هم خودخواهانه، یعنی نفع خودمون رو در دراز مدت در نظر بگیریم، ولی به شرط اینکه تفکر سیستمی داشته باشیم، خواهیم دید که این بی‌تفاوتی به ضرر خود ما تمام خواهد شد. اینو خانم کارن آرمسترانگ، دینپژوه و فیلسوف معروف کانادایی در آثارش اشاره کرده. هر جور غافل بودن از رنج دیگران در حقیقت در نهایت به رنج خود ما خواهد انجامید و بنابراین ما نباید نسبت به رنج دیگران بی تفاوت باشیم. خب عملا من در حقیقت این نقدی هم که وارد کردم نقد اخلاقی نیست، نقد در حقیقت کاملا عملگرایانه است. یعنی ما اگر پراگماتیستی عملگرایانه نگاه کنیم، نتیجه گرایانه هم حتی اگر نگاه کنیم، خودخواهانه هم حتی اگر نگاه کنیم، می‌بینیم که واقعا درست نیست به رنج دیگران ما بی تفاوت باشیم. خب وقتی بی تفاوت نباشیم قاعدتاً پس باید وارد عمل بشیم دیگه، کنشی نشان بدهیم. اولا حساس باشیم و ثانیاً بعد از این حساسیت کنشی رو، یعنی به لحاظ عاطفی درگیر بشیم و کنشی هم از خودمان نشان بدهیم. خب اینجا حالا از اینجا به بعد گزینه‌های بعدی در مورد پرسش اصلی ما مطرح میشن. خب گزینه دوم جبهه‌گیری به نفع یکی از طرفین نزاع هستش، جنگ هستش. خب در این گزینه، در این مدل نگاه، ما قاعدتاً احساس میکنیم که یک گروهی هست که گروه حق و گروه دیگر گروه باطل است و ما بایستی به نفع گروه حق موضع گیری
کنیم، علیه شرارت و پلیدی بجنگیم، هر کسی به سهم خودش در حد توان خودش بجنگه. خب و بنابراین ما وارد اون عرصه نزاع میشویم، یکی از این گروه بندی ها قرار میگیریم. خب در تحلیل این داستان باید بگم که ما به عنوان انسان‌های زمینی و نه آسمانی، که انسان آسمانی که از بهشت برین آمده من و ذاتش فرشتگون بوده، خب اونو من نمیفهمم و باش کاری ندارم. ما انسانی که برآمده از همین موجودات زمینی هستیم و ریشه در فرایند فرگشتی و تکاملی داریم و از تبارهای حیوانی برآمده ایم. خب توی این فرایند ما تبدیل به کلونی هایی شدیم، یعنی موجودات مثل مورچه ها، مثل زنبورها که کلونی دارن، ما کلونی شدیم. وقتی که به شکل کلونی در میایم، یه نظام قبیله‌ای در حقیقت بر ذهن ما و بر زندگی ما حاکم میشه. این نظام قبیله‌ای در دوره‌های خاصی کارکردهای مثبت خودش رو داشته و وجه مثبتش این بوده که باعث شده که ما ادامه حیات بدیم در شرایط سخت. یعنی وقتی انسان با این موضوع مثلا جثه ضعیفش وقتی کلونی میشه میتونه ماموت شکار بکنه ها، میتونه مثلا حیوانات، میتونه اون گاومیش‌های وحشی بسیار بزرگو که تکی حریفشون نیست میتونه شکار کنه و مورد خوراک قرار بده، هم نجات پیدا کنه هم حتی اونها رو شکار بکنه و بخوره و نجات پیدا کنه. بنابراین ما این خاصیت قبیلگی ما باعث شد که ما نجات پیدا کنیم به لحاظ بقا. اما یه وجه منفی هم داره که حالا بیشتر در دوران کنونی، در دوران امروزی ما خودش رو نشان میدهد و اون این که ما دچار عصبیت قبیله‌ای بشویم و حالا گروه بندی های کلونی های در حقیقت گروهی بین انسان ها قائل باشیم و این بی نهایت خطرناک میتونه باشه. این بی نهایت میتونه خطرناک، یعنی تمام ریشه همه خشونت ها و قساوت ها، بخش بزرگی از خشونت ها در همین میتونه تعصب و عصبیت قبیله‌ای باشه. ما رو درگیر نوعی خودشیفتگی های گروهی، قبیله‌ای، نژادی، قومی، مذهبی میکنه. یعنی زمانی که من فکر میکنم مذهب من تنها مذهب حق جهان است، بقیه مذاهب همه دروغینن، بقیه مذاهب همه یا جعلی و کذبند و یا اگر هم ریشه آسمانی داشته‌اند همه تحریف شده و منحرفند و فقط مذهب من است که حقه. خب این خودشیفتگی گروهی است دیگه، یعنی گروه متعلق به مذهب خودم رو من فقط ذی حق میدارم. یا اینکه بگم این نژاد من، نژاد این مکان جغرافیایی که من خود، نژاد خونی که به من ارث رسیده است برتر بوده است، برکت یافته است، یا مثلا باهوش‌تر، توانایی‌های بیشتری داره و غیره، و یا به هر روی هر جور یا مثلا خودشیفتگی‌های ملی و غیره. این خودشیفتگی گروهی که ریشه در همون تعصب و عصبیت قبیله‌ای داره، در حقیقت فرد رو که خودش رو ذاتاً، گروه خودش رو ذاتاً از دیگران برتر می‌داند، منجر به، یعنی نتیجه می‌دهد، منجر به بروز یه سری خطاهای شناختی، معرفتی، خطاهای در حقیقت عاطفی میکنه و نتایج بسیار وحشتناکی رو به بار میاره. اولین خطای معرفتی که به بار میاره، یعنی وارد حالا نقدش بشیم، نقد این پاسخ گزینه دوم بشیم. اولین خطای معرفتیش این که دچار خطای استاندارد دوگانه یا معیار دوگانه میشه. شما نکته میخواید؟ من خواستم بگم یکی از خطاها که همه یا هیچ دیگه اتفاق میفته، این دابل استاندارد هم که فرمودین اینم اتفاق میفته. بله دقیقاً. ببخشید من یکم عجول نیستم اما من سکوت کردم برام یکم سخت. ولی دارم استفاده میکنم، لذت میبرم. خواهش میکنم. حتما هر وقت شما ملاحظه داشتید بفرمایید، منم استفاده میکنم. اختیار دارید، من یاد میگیرم از شما. بفرمایید. بله
بله کاملا به درستی فرمودید. مرجع به خطاهای متعدد می شود، یکیش همون همیاهیچه و یکیش هم استانداردهای دوگانه است. زمانی که من موسیقی خودم رو، فرهنگ خودم رو، نقاشی کشور خودم رو، کلا میراث فرهنگی گروه خودم رو و از همه مهمتر سبک زندگی خودم رو برتر میدونم، مجاز میدونم، به حق میدونم و اون چی که متعلق به فرهنگ دیگران است، علایق دیگران است، منافع دیگران است رو نادیده میگیرم و به تبع نابحق میدانم، یعنی شیوهی دروغین، شیوهی نادرست برای زندگی میپندارم و قائل به یه سبک زندگی میشوم و آن هم سبک زندگی که در آیین من، دین من، مذهب من، فرهنگ من تعلیم داده شده است. و در حقیقت عیب‌های خود رو ندیدن و عیب دیگران رو برجسته دیدن. این رو عیسی مسیح حالا در تو انجیل نقل میکنند، میگه که حالا چون جالبه دیگه، خطاب به اتفاقا اون زاهدانی که دائما خورده بر دیگران میگیرند و بدونی که از نقد خود آغاز کرده باشند، میگه که خس رو در چشم دیگران میبینی اما الوار رو در چشم خودت نمیبینی. یعنی ایراد بزرگی در خودت هست، نمیبینی ایراد دیگران. حالا توی فرهنگ خودمونم ضرب المثل سوزن به خودت و جوال دوست به دیگران رو هم داریم دیگه. یعنی اول من یک کمی خودم رو هم نقد بکنم، آیا عیب خودم رو هم ببینم یا نه. ولی در حقیقت این باعث میشه که من چشم فرو ببندم از معایب خویشتن و گروه خودم و دائما نسبت به دیگران. تو بررسی متون میبینیم، به قول خانم سیمون وی فیلسوف بزرگ قرن 20 میگفت ما در مقوله دین چنین میکنیم، وقتی کتاب مقدس خودمون جلومونه همه چیز رو توجیه میکنیم، همه چیز رو حتی اگر به ظاهر خیلی ناخوشایند و ناجور باشد توجیه میکنیم و تفسیرهای عجیب و پیچیده روش میذاریم که اون رو مجاز و معقول بدانیم، ولی به محض اینکه متن مقدس یه دین دیگر رو میبینیم سعی میکنیم آنچنان مته به خشخاش بذاریم و اون رو از ماست بکشیم که اون رو تبدیل به یه چیز مبتذل، سخیف و بی ارزش بکنیم. با این معیار دوگانه میریم جلو دیگه. خب از اثرات مخرب این معیار دوگانه ریشه در اون خودشیفتگی داشت. از اثرات مخربش اینه که من جهان رو یک دست میخوام، جهان رو میخوام همه رو شکل خودم بکنم و یه نوع تمامیت خواهی، هم یه نوع توتالیتریسم در حقیقت، یه نوع تمامیت خواهی در نگاه خوانش، در نگاه تفسیر که حالا اینو در فرصت دیگری من توضیح خواهم داد، و بعد هم در برخورد با دیگران. یعنی سعی میکنم دیگری رو یا با خودم همسو کنم، بتراشم، و یا جایی که نمیتونه همسو باشه من نفیش کنم، حذفش کنم و طردش کنم. و همینجا آغاز خشونت است. اینجا خشونت چه به معنای فردی کلمه و چه به معنای اجتماعی و چه به معنای سیاسی کلمه کاملا آغاز می شود. و اینجاست که من حق دارم که تو را بکشم، من حق دارم به تو وقتی من به تو حمله میکنم مشروع، مجازه، اما تو حق نداری. وقتی تو حمله میکنی نامشروع و غیر مجاز هستش. و یکی از در حقیقت مضرات و اثرات مخربش اینه که همینجا بر اساس همین نگاه فاشیستی ترین تقسیم بندی جهان شکل میگیره و اون این که در جهان دو جبهه حق و باطل وجود داره ولا غیر، و هیچ موضع سومی وجود نداره. شما هم یا با مایید و هر آن کس که با ما نیست بر ماست، علیه ماست. و بنابراین در هر کس که حتی ممکنه در جناح دشمن نمی جنگد، در جناح من هم اما نجنگد و اظهار بی‌طرفی بکنه، من اون را دشمن خطاب میکنم. یعنی تقسیم بندی دنیا با حالا به اون اصطلاح سنتیش که یا دارالاسلام داریم، دار منه، یا دارالحرب. بیرون از این دایره دارالحرب، یعنی اعلام جنگ است به همه بقیه. خب ببینید، حالا پرسش جدی من در اینجا اینه که کجا ما میبینیم تو رسانه ها
نام ببریم، کدوم رسانه‌ای جنگ ها رو داره بی‌طرفانه گزارش میکنه و دابل استاندارد نیست. حالا بعضیا بهتر اداشو در میارن، بعضیا که اصلا با پررویی تمام اصلا چون چیزی براشون مهم نیست. ولی واقعا ما رسانه میشناسیم که جنگ ها رو منصفانه گزارش بکنه. خب ما با کودکانمون چه میکنیم؟ آیا ما با کودکانمون اطلاعاتی که میدیم سعی میکنیم که منصفانه باشه؟ چقدر سعی میکنیم کودکانمون رو در جریان اطلاعات منصفانه قرار بدیم؟ واقعیت اینه که رسانه ها ما رو فریب میدهند و من بحثم کاملا کلیه بدون تعارف. رسانه ها ما رو فریب میدهند و ما هم به تبع رسانه ها کودکانمون رو متاسفانه فریب میدهیم و به همین ترتیب داریم به چرخه تولید و تشدید و تقویت چرخه خشونت کمک میکنیم متاسفانه و عضوی میشویم، اهرمی میشویم، چرخدنده‌ای میشویم از این چرخه شقاوت و قساوتی که داشتیم ازش صحبت میکردیم و اون وقت هیچ پایانی هم برای این نخواهد بود. بنابراین در حقیقت انگار که این گزینه دوم هم کمکی، در صورتی که پرسش آغازین بحث رو به یاد بیاوریم، من گفتم اون کسی که از این شقاوت آزرده است و میخواهد که بکاهد این رو. خب حالا من اومدم توی این پاسخ دوم وارد یک نبردی شدم که نتیجهش که افزایش این شقاوت شد، که یعنی نتیجه عکس داد. که اینجا حالا در پایان بی‌تفاوتی از خانم کرن آرمسترانگ اشاره کردم، در پایان نقد گزینه دوم اجازه بدید از دالای لاما اشاره بکنم. دالای لاما در حقیقت در این که ما وارد نزاع هم بشویم رو تشدید چرخه خشونت میدونست، یعنی چه ما بی تفاوت باشیم و چه ما، یعنی چه از درد و رنج دیگران غافل باشیم، نسبت به بی اهمیت باشیم و چه بخواهیم در حقیقت وارد یک عرصه نبردی بشویم ما که یکی از این سوها رو تقویت بکنیم، یکی از سویه های جنگ در جهان رو تقویت بکنیم. در هر دو صورت ما جزئی از ویرانی جهان خواهیم بود و جهان رو به ویرانی خواهیم. از جنگ چیزی جز ویرانی حاصل نخواهد شد. از هر جنگی فرقی نمیکنه. خب ببینید، من یکم دیگه بر این بخش داستان تأکید بکنم و بعد بریم سراغ گزینه‌های بعدی. ببینید، همون رسانه ها کشته شدن صدها هزار غیر نظامی رو به ما نشان میدهند و دل ما رو به درد میآورند. مسلماً رنج آوره، مسلماً جانسوزه و در این همه ما مخاطبان احساس مشترک داریم، درد مشترک داریم. اما مهم اینجاست که چه واکنشی نسبت به این درد مشترک نشان میدهیم. متاسفانه نکته تکان دهنده که من میخوام تو جلسه امروز بگم اینه که متاسفانه یه واکنشی که به ما توصیه میشود بعد از اینکه احساسات ما تحریک شد و به نحو حقی هم تحریک شد، یعنی حق داریم احساساتمون تحریک بشود، اما نکته در حقیقت خطا آمیز داستان اونجاست که برخی ما رو به این واکنش تشویق میکنن که خب پس این الهام بخش بشه که من قساوتی بیشتر علیه گروه دیگر به کار ببرم، من وارد داستان شقاوتی بیشتر علیه اون گروه بشم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه واقعا چیزی جز تکرار چرخه خشونت خواهد بود. نتیجه این داستان فقط و فقط این میشه که من جنگی را موجه و چه بسا مقدس بپندارم و این افزایش شقاوت در جهانه. ببینید، ریشه تمام شقاوت ها و قساوت های تاریخ، تمام نسل کشی هایی که اتفاق افتاده
من مورد به مورد نام نمیبرم، هر کدوم رو دوست دارید تو ذهنتون بیارید. ریشه همشون همین نگاه عصبیت قبیله‌ای بوده است، همین خودشیفتگی گروهی بوده است. و وقتی که من از چیزی دفاع میکنم که ریشه قبیله‌ای داره، ملی، نژادی، مذهبی و غیره داره، مکانیزم تهدید در بدن من فعال میشه و وقتی که مکانیزم تهدید فعال شد، من توانایی شناختی و توانایی عاطفی ارزیابی منصفانه رو از دست میدم. توانایی شناختی، معرفتی، ارزیابی منصفانه و توانایی عاطفی آزرده خاطر شدن از رنج دیگران رو از دست میدم و نگاه دوگانه‌ای پیدا میکنم. نکنید میخوام بگم نقش باورها چقدر مهمه در ما. اینو هم تو عرصه فردی میبینیم، هم در عرصه جهانی ها. یعنی مثلا کسی که مثلا انسانهایی رو میکشه و بعد میگه من حتی یه موقع نمیتونم سر ببرم، ولی اون انسان رو گناهکار میدانم و در حقیقت شأن انسانی براش قائل نیستم، او انگار که انسان نبود و من حق داشتم رو بکشم. این باورهایی که در ذهن او تعبیه شده است متاسفانه توانایی عاطفی او رو گرفته است و همزمان توانایی ارزیابی منصفانه رو از او سلب کرده است. خب ما باید از خودمون بپرسیم. من از همینجا شروع کنم و بگم که من در اینجا در مقام نقد دیگری نیستم، ما اول از خودمون شروع کنیم. من اول از خودم بپرسم آیا این شقاوت مرا آزار میدهد یا نه؟ و اگر میدهد آیا من خودم کجای این جهانم؟ آیا من در چرخه شقاوتم یا نه؟ خب برای اینکه پاسخ درست بدم به این، یعنی خودم رو پیدا کنم و ممکنه شوک بشم و ببینم که منم توی چرخه شقاوتم و اولش اینه که من با خودم رو راست باشم. دو تا کلید، حالا شما فرمودین که راهکارهایی هم ارائه بدم، امیدوارم که در بحثم باشه. دو تا کلید خودشناسی وجود داره در اینجا که من ببینم من کجای جهان ایستادم. اولین کلیدش با زبان شناختیه، یک کلید زبان شناختی. هر جا که من استفاده از زبان تحقیر و تنفیر میکنم، آرزوی نابودی یک گروه رو دارم، یک قبیله رو دارم، یک مذهب رو دارم، یک نژاد رو دارم. یعنی میگم ای کاش مثلا فلان شخص در تاریخ کل این مذهب رو نابود کرده بود، امروز ما مثلا نداشتیم، خیالمون از دستشون راحت بود. یا ای کاش فلان، ای کاش جهان از فلان خون، فلان نژاد، فلان مذهب پاک شود، همه معضلات و مشکلات جهان مال پیروان فلان مذهب است یا مال فلان نژاد خونی است. اگر که من زبان تحقیر و تنفیر و نفرت افکنی نسبت به گروه، نژاد یا قبیله‌ای دارم، همه اینها گفتمان‌های ضد انسانیت، باید بدانم که پس من هم در چرخه تولید شقاوت دارم حرکت میکنم. خب این کلید زبان شناختیش بود. اما کلید بعدی درون نگریست، چون ما شاید حالا در زبان این چیزها رو به کار نبریم ولی در درونمون داشته باشیم دیگه. با خودمون اگه درون نگری بکنیم، اون جایی که آیا من از مرگ دیگری، از رنج دیگری شادمان میشوم یا نه. یعنی باید ببینیم جایی اگر وجود داره که من یک انسانی میمیره میگم آخرش خوب شد، حقش بود و خوشحال میشم، شادمانی میکنم از مرگ یک انسان، حتی اگر انسانی باشه که من او را بد بپندارم، شقی بپندارم، فرقی نمیکنه. خب برای به عنوان مثال من ذکر بکنم، خب همه ما ایرانی ها به هر حال مثلا یکی از چهره های منفور برامون صدام بود دیگه، چون به هر حال جنگی رو افروخته بود و غیره. خب این من کاری به این بحث ندارم که آیا اعدام او به حق بود یا نه، اون یه بحثی در حقوق باید بحث بشه و غیره، هرچند که من شخصا موضعم رو بارها گفتم، من مخالف
مجازات اعدام به طور کل هستن. اما حالا این بحث ما نیست. مسئله من اون شادمانی کسانه است. اون شادمانی رو من نمیفهمم. شادمانی نداره، حتی اگر انسانی باشه که شرور باشه، بد باشه، دستش به خون انسانهای دیگر آلوده باشه که بود، اما آیا مرگ او شادمانی دارد؟ آیا مثلا مگه مرگ او بازگشت میکنه؟ مگه اون بیگناهانی که در حلبچه یا جاهای دیگر مگه اونا زنده شدن؟ خب سخن من اینه که ما با درون‌نگری که آیا مرگ دیگری حتی اگر انسان شقی بپنداره مگه میتونه شادمانه باشه؟ حالا بیایم سراغ آدمای دیگه‌ای که حتی ممکنه ما اونها رو شقی هم نپنداریم. یعنی کسی که مثلا آدمی رو که نمیشناسه، اصلا نمیدونه این آدم تو زندگیش خوب هست یا نه، بده یا نه، هیچی ازش نمیدونه، اولین بار دیدتش، فقط میدونه متعلق به فلان مذهبه. یعنی میدونه، فقط میدونه که این مثلا مال فلان کشوره، یعنی تو شناسنامه فلان کشوره، یا یعنی متعلق به یه ملیته یا متعلق به فلان مذهبه، و در دلش آرزوی مرگش رو میکنه و در دلش یعنی از رنج او اظهار شادمانی میکند. اگر حتی ما چنین احساساتی رو در درون خودمون داریم، باید بدانیم که ما متاسفانه به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری باز هم چرخدنده ای از ابزار افزایش شقاوت و خشونت در جهان هستیم. خب من برای اگه تا اینجا نکته شما دارید بفرمایید، بعد من گزینه‌های بعدی رو مطرح میکنم. خواهش میکنم، خیلی عالی بود. منم منقلب شدم وقتی یاد اون 8 سال جنگ بیگناهانی که اتفاق افتاد براشون که زندگیشون از دست دادن برای هیچی واقعا. مرسی که یادآوری کردید، روحشون شاد باشید. در واقع آقای دکتر یکم این سوال بر من پیش میاد که چقدر ظرافت داره نوع رفتار ما در هر شرایطی که قرار میگیریم، یا حتی ظرافت داره چگونه صحبت کردن با خودمون، چه در رابطه با دیگری چه در رابطه با خودمون. همون گفتگوی درونی که انجام میدیم، شما به حیطه زبان که اشاره کردید، من کاملا اینو واقفم، حتی تو مراجعه من میبینم که افراد با خودشون چقدر بد حرف میزنن، تو درون خودشون با دیگران هم بد حرف میزنن، کما اینکه به رو هم میارن، تو شرایط ظاهری هم همون قساوت و شقاوت اتفاق میفته متاسفانه. موضوع اینه که گاهی وقتا انسان ها برای اینکه بتونن نقطه ثقل خودشون رو پیدا بکنن، فکر میکنن که حتما باید یک سوگیری نسبت به یک موضعی داشته باشن و یا یه موضعی رو باید داشته باشن در رابطه با یک موضوعی. اینجاست که ممکنه لغزش اتفاق بیفته و همون تو اون چرخه خشونت قرار بگیرن آدم‌ها. برای همین خیلی من میگم مثل مود خیلی باری که جدا کردن این موضع و خیلی کار لازم داره. من فکر میکنم همونطور که فرمودین و به درستی هم فرمودین، این که ما ابتدا از خودمون باید شروع کنیم. ما چگونه حرف میزنیم با خودمون، چگونه حرف میزنیم، چگونه فکر میکنیم، بر اساس چی فکر میکنیم، چه خطاهای شناختی رو در درون خودمون پرورش میدیم. درسته ما آموزش دیدیم ولی اونا رو وقتی تکرار میکنیم انگار تقویتشون داریم میکنیم و میبینیم خیلی وقتا نتیجه مثبت هم نداره، چون بعدها دامنگیر خودمون هم میشه. همونطور که فرمودین اگر نگاه سیستمی بکنیم، اگر من توی چرخه قرار دارم، چرخه هستی قرار دارم، تو هر نقطه یه اتفاقی تو این چرخه هستی اتفاق بیفته، اثراتش دیر یا زود دامنگیر منم خواهد شد. بنابراین یکی از مهمترین چیزهایی که باید بهش بپردازیم اینه که اون نقطه مشخص و خط برش این که من کجا قرار بگیرم و چگونه باید نگاه کنم، این خیلی یکم تشخیصش سخته به نظرم و باید در این زمینه هم خیلی بعدا صحبت بکنیم. حالا صحبت ها رو شما ادامه بفرمایید، تو لابلای صحبت ها اشاره هایی میکنید، اما اینکه این حساسیت به قول دالای لاما به رنج خودم و دیگری و در قبالش
متعهد شدم در مسیر کاهش اون رنج خودم و دیگری، یه نقطه اساسیه که ما تو رفتار باید اینو پیاده کنیم. این تقریبا یه جمله است، یه جمله دو بخشیه. اما اینکه آیا چقدر ما میتونیم تو رفتارها و واکنش‌های اجتماعیمون بین فردیمون یا درون فردیمون اونو انجام بدیم، خودش یه مقوله خیلی واقعا متفاوت و سختیه، خیلی ظریفه و حساسه. کاملا همینطوره. خیلی ممنون از ملاحظاتی که فرمودید. دقیقاً همین مقدمه‌ای فراهم شد برای بخش دوم صحبت من، چون دقیقاً چون ممکنه یه پرسش ایجاد بشه که خب حالا مرز این کجاست، چجوری من پیدا بکنم. توی مطلبی که من بر اساس مطالعاتم و تأملاتم فراهم کردم، دقیقاً سعی میکنم اتفاقاً پاسخهای پیچیدگی داستان رو نفی نمی کنم و سخت بودنش رو، اما سعی میکنم پاسخهای آشکاری بدم. مثلا این دوتا کلیدی که گفتم خیلی راحت قابل ارزیابی، یعنی من در صداقت با خودم میتونم بگم من از مرگ دیگری شاد میشوم یا نه، از رنج دیگری شاد میشوم یا نه. این که دیگه بر خودم که آشکاره، این که اگه از دیگری پنهان کنم بر خودم که آشکاره که. خب و اینجا پاسخ یه جورایی پاسخ اطمینان بخشیه. اگر من از مرگ دیگری شاد میشوم، از رنج دیگری شاد میشوم و آرزوی رنج دیگری را دارم، در آن صورت من در چرخه خشونت هستم، من در چرخه شقاوت هستم، در این هستیم. خب اما باز تو بحث دیگه ای که از پرسش بسیار به جایی که فرمودید این که خب حالا من مرزبندیش کجاست، کدوم پس من کجا برم؟ اینجا دقیقاً آغاز گزینه بعدی بحث منه که ببینید من برای اینکه از اون تقسیم بندی دوگانه کاذب فاشیستی که یا جهان به دو نبردگاه حق و باطل و یکی هم حق مطلق و یکی هم باطل، این تقسیم بندی رو من بر هم بزنم و بگم اولا که حق مطلق رو نداریم، ممکنه در هر نزاعی هر کدام از طرفین تا حدی ذی حق باشند و تا حدی هم باطل باشند، هیچ کدوم حق مطلق و باطل مطلق نیستند. و ثانیاً چنین نیست که من موظف باشم که حتما طرف یکی از اینا باشم که دشمن اون یکی طرف باشم. من حق داشتن موضع سوم دارم. این نکته بسیار مهمی است در بحث من که حالا خودم تأمل کردم و بهش رسیدم. من حق داشتن موضع سوم دارم. من حق دارم موضعی داشته باشم، یعنی بگم آقا هر دوی شما بر خطایید. کی گفته من حتما بایستی جانب یکی از این دو رو بگیرم و بگم شما حقی و شما باطل؟ من میتونم هر دوی شما رو بر باطل بدانم و بگم من بر این حق پای میفشارم که من در موضع سومی قرار دارم. حالا من در این موضع سوم با شما چه میکنم؟ ادامه بحثمونه که حالا خود منم دوباره اسلحه برمیگیرم و به کشتن شما میخوام بیام، به جنگ شما یه جنگ سه جانبه شروع بشه، یا نه من موضوعم میتونه چیز دیگری هم باشه. خب ببینید این موضع سوم، حق داشتن موضع سوم که من مطرح میکنم ممکنه خلط بشه با یه موضوع دیگری که این روزها خیلی کاربرد داره، یه اصطلاحی خیلی رایج شده به اسم وسط بازی. این واژه وسط بازی که من خیلی دلم می‌خواست اینجا در موردش صحبت کنم و حالا اینجا شاید فرصت مناسبی باشه یکم در موردش بگم، حالا بعدها شاید مفصل‌تر بگم. تا حدی درست میتونه باشه، ولی از آن حیث که واژه مبهمه خیلی وقتا مورد سوء استفاده قرار میگیره. گاهی وقتا در حقیقت مورد سوء استفاده همون تقسیم بندی هایی قرار میگیره که انگار یا با منی یا با دیگری. یه اصطلاح رایج دیگه باز این روزها خیلی میشه در سوی درست تاریخ، انگار مثلا یه جهان یا تاریخ دو سو داره، یه سوی درست یه سوی نادرست. این تقسیم بندی ها واقعا همه نادرست هستن. الان واژه فاشیستی هم به کار نبریم چون یه انگه، خیلی دلم نمیخواد این واژه استفاده کنم، ولی به هر حال خود این تقسیم بندی خطا و نادرستی است. و خب بله، ما اگر یه موقع کسانی رو ببینیم که یک موقعیت ریاکارانه‌ای رو انتخاب میکنن، انگار دنبال رضایت دو طرف دعوا هستن، انگار این وسط نمیخوان هزینه بدن و میخوان که از هر دو طرف اتفاقا بهره مند بشن، از هر دو طرف امتیاز بگیرن.
بله من موافقم که این واژه اگر به چنین کسانی اطلاق می شود درسته، یعنی میگن آقا بذار اینا بجنگن ولی من بار خودم رو به منزل برسونم، منفعت خودم رو در دل هر جریانی پیش ببرم. و اما این فرق میکنه، یعنی این رو من مضمون میدانم و به هیچ عنوان تایید نمیکنم، اما یه وقتایی میبینم کسی که موضع سوم دارن بعضیا میان این برچسب رو بهش میزنن. کسی که موضع سوم دارنده موضع سوم با وسط باز چیه؟ موضع سوم با آشکارگی به هر دو طرف میگه شما در خطایید و اتفاقا هزینه میپردازه و داره از هر دو طرف داره فوش میخوره، از هر دو طرف داره دشنام میخوره. و خب اون کسی که ریاکاره و یا مثلا وسط بازه است، اگه یکی از اون طرفین پیروز بشه بلا فاصله چاپلوسی طرف پیروز رو میکنه. ولی کسی که موضع سوم داره بر موضع خودش پافشاری میکنه و اتفاقا باز در جایگاه منتقد ظاهر میشه و به اون کسی که غالب و پیروز شونده است، غلبه یافته است، اتفاقا نقد وارد میکنه. بنابراین کسی که موضع سوم داره با مواضعی تا حدی روشن در جبهه دیگری داره میجنگه که حق رو از جانب هیچ کدام از آنها نمیدن. البته قاعدتاً این موضع سومی داره ممکنه خودش بازم دچار این خطا بشه که بگه خب حالا حق با هر دوی شما باطل مطلقاً، حق باز با منه، که اون همون آغاز جنگ سگانه شروع میشه. ولی ممکنه هم هست که این موضع دارنده موضع سوم بگه نه منم تا حدی ممکنه حق باشم، ممکنه منم در خطا باشم، ولی میدانم که با شما در اختلاف هستم و با شما مشکل دارم. مسیر من از همه شما متفاوت است و این حق رو دارم که در مسیر متفاوتی قدم بردارم. این موضع سوم میتونه در میانه یک جنگ بی‌طرفی باشه، یعنی حق بی‌طرفی. شما نمیتوانید جهان رو به دو اردوگاه تقسیم کنید بگید همه باید توی یکی از این دوتا اردوگاه قرار بگیرید. تو خود جنگ جهانی دوم بعضی کشورها در قلب اروپا مثلا سوئیس اعلام بی‌طرفی کردن و حتی یک گلوله در اونجا شلیک نشد. این حق اونهاست که اعلام بی‌طرفی بکنن و هیچ کس نمیتونه موظف کنه شما رو که انگار جهان دو تا اردوگاه و جز این نیست. شما البته چون که گفتم ممکنه یک جبهه جنگی جدید تشکیل بدید و این کاری که میکنید شما جهان رو شلوغ‌تر میکنه و باز تو پرسش اصلی ما به شقاوت جهان میافزاید، چون یک گروه رزمنده و جنگنده جدید اضافه شده. اما حالا نتیجه گیری بحث من و پاسخی که خودم ازش دفاع میکنم، شما در این موضع سوم میتوانید بگید من موضعم موضع سوم اولا، ثانیاً من در حقیقت پیروی من، طرفداری من، حمایت من از جریان شفقت در عالم است و من نمیخوام ابزار شقاوت در جهان باشم، میخوام ابزار شفقت در جهان باشم. خب توی این و براش مبارزه میکنم، یعنی اینجا باز واژه مبارزه وارد میشه، یعنی به هیچ عنوان به این معنا نیست. حالا من عنوان بحثم میتونست یکم بعضیا اینجوری تلقی کنن که آقا مثلا توی جنگی یک کسی میخواد بیاد بگه آقا آشتی کنیم دوست باشیم فلان، یه حرف لوسی بزنه. نه این نیست. خود جبهه شفقت، دفاع از شفقت ورزی در جهان نیازمند مبارزه است. البته این مبارزه بیشتر از جنس فکره، از جنس کار فکریه، از جنس کار میتونه حالا علمیه و حتی از خیشتن شروع میشود. این خیلی مهمه، این خیلی نکته مهمه. دو تا نکته مهم داریم. اولا که این مبارزه از جنس فکر بیشتر و ثانیاً از خیشتن آغاز میشه، چون که گفتم. خب به نظر من در پاسخ به پرسش نخستمون این تنها گزینه‌ای است که میتواند از شقاوت در جهان بکاهد و به
افزایش شفقت در جهان بیانجامد. نمیگم نابودی شقاوت، چون چیزی ناممکن است، اصلا جهان از بین میره، همیشه خواهد بود، زیر آسمان چیز تازه‌ای وجود نداره. اما به هر حال مهم اینه که من در جهت افزایشش باشم یا در جهت کاهشش باشم. خب من بنابراین نخست از واکاوی خودم باید آغاز کنم. ببینید در درون همه ما به عنوان همان موجودات انسانی برآمده از حیوانات هم بذر خشونت نهفته است، هم بذر شفقت نهفته است. هر دو در درون ما هست. اما مهم اینه که ما کدوم رو آبیاری میکنیم. من حتی نمیگم بیداری از خواب خشم یا خشونت، یا نمیگم بیداری به سمت شفقت، چون فرق بین خواب و بیداری روشنه. من وقتی بیدارم احساس میکنم بیدارم، یا حداقل گمان میکنیم که روشن است. اما اینجوری نیست که ما با شنیدن یه سخنرانی، خوندن یه کتاب یا مثلا یه کاری بگیم من آگاهی به من افزوده شد و بنابراین دیگه این به بعد من اهل شفقت خواهم بود. نه، دو تا نهال تو وجود ما وجود داره و یکیش نهال شقاوت، یکیش نهال شفقته. و ما به تدریج با افکارمون، با مرورهای ذهنیمون در طول روز، با خوراک ذهنی که اخبار به ما میده، با خودمون رو در معرض چه چیزهایی قرار میدهیم، چه نوع کتابهایی میخونیم، چه نوع اخباری گوش میکنیم، به چه چیزهایی فکر میکنیم، چه نوع مراقبه هایی، چه نوع خوراکهای ذهنی به خودمون میدهیم، در حقیقت یکی از این نهالها رو تقویت میکنیم و اون رو بزرگ میکنیم. خب با یک مسیر نهال شفقت در ما تقویت می شود و با مسیر دیگری نهال شقاوت. متاسفانه بیشتر رسانه های جهان و پروپاگاندای جهان در جهت تقویت نهال، حالا اونو نهال شاید اسمشو نباید بزنیم ولی به هر روی بر تشبیه دیگه، تمثیله، شقاوت هست و نه شفقت. اما ما بایستی در حقیقت در اون مسیر گام برداریم که بذر شفقتی که در درون خودمون هست رو در حقیقت آبیاری بکنیم. آنگاه در حقیقت، یعنی من میدونید این بذر اون خشم تو ذهن منه، کاشته شده، نرم افزاری است، اپی است که نصب شده بر ذهن من. و فرض این که یک گروه دیگه، یک مذهب دیگه، یک قوم دیگه، یک نژاد دیگه همواره مسئول رنج‌های ما هستند، همواره مسئول رنج‌های تمام جهان هستند و این عناصر پلید در جهان هستند که پلیدی رو به جهان می‌آورند و جهان از آنها بایستی پاک شود. در حقیقت من دارم نهال خشونت رو و شقاوت رو در درون خودم آبیاری میکنم. بله اونا هم تو پروپاگاندای خودشون متاسفانه دارن همین کارو میکنن. چون این چیزی نه درسته، نه واقعا میتوانیم ما به لحاظ مطالعات تاریخی و غیره نشان بدهیم، نه مقوله حق و درستی است و نه سودمنده و متاسفانه منشأ شقاوت‌های بیشتر جهان میشود. نکته بعدی، فروکاستن انسان‌ها به هویت دینی، نژادی و ملیشون و اونها رو مینیاتوریزه کردن، بسته هایی تک هویتی دیدن. اینا رو آمارتیا سن تو کتاب هویت و خشونت به خوبی توصیه داده. من همیشه خوندن این کتاب رو به دوستان پیشنهاد میکنم. این هم یکی از منشأهای دیگر خشونت هستش و من باید یاد بگیرم دیگری رو فرو نکاهم به یک هویت تکواره. انسان‌ها هویت‌هایی چندواره دارند و متکثرند و در هیچ قالب از پیش تعیین شده ای نمی گنجند. خب و من سخن نهاییم رو این بگم، ببینید من بایستی حالا این باور رو در حقیقت در خودم تقویت کنم و آبیاری کنم. اینو یه فیلسوف چینی به نام موزی میگه اصل در حقیقت نگرانی برای همگان. اگر من بیابم که برای همه انسان ها بدانم، یعنی در خودم این رو بیابم و پرورش بدم که برای همه انسان ها نگران باشم و حتی فراتر از این البته برای تمام طبیعت، و من به نحوی نهادینه در حقیقت به رسمیت بشناسم
برابری مطلق همه انسان ها رو و دیگری رو به مثابه یک انسان بشناسم، نه به مثابه یک دیو، نه به مثابه یک موجود اهریمنی. خب برای این کار من چه کاری باید بکنم؟ من باید افقهای خودم رو گسترش بدم. من بایستی دریچه های ذهنم رو باز کنم به آشنایی به فرهنگ های دیگر، ملل دیگر، سنت های دیگر. اینجوری جا برای دیگران باز می شود. توی سیستم آموزشی که فقط یک دین یاد داده می شود و گویی که تنها حرف حق جهانه و بقیه همه مزخرفند و باطلند و ارزش توجه ندارند، این سیستم از دلش خشونت در میاد. این سیستم از دلش جایی برای دیگران وجود نداره. سیستمی که جا رو باز میکنه برای دیگران از دلش میتونه شفقت در بیاد. به همین دلیله که باز از همین خانم کارن آرمسترانگ که یه بار دیگه بهش اشاره کردم در سخن امروزم، که خودش دین پژوهه، میگه که در حقیقت مطالعات دین پژوهی، آشنایی با فرهنگ‌های دیگر، یک محصول یا یک مثلا کار تجملی یا لاکچری نیست که مثلا پوز بدم من مثلا بگم من از دائو هم یه چیزی بلدم، از بودا هم یه چیزی بلدم، مثلا خیلی کلاسش بالاست. اصلا چنین نیست. این یه ضرورت فرهنگیه. این ما باید بدونیم از فرهنگ‌های دیگه، ما باید بدونم که در یک دین دیگه چه اتفاقاتی میفته. اساسا نفرت بر پایه جهل استواره و خشونت بر پایه جهل استواره و یکی از راه‌های زدودن نفرت و زدودن شقاوت در حقیقت مبارزه با جهل و دانستنه. اینجوری است که جا برای دیگران باز می شود. خب من فکر کنم در حقیقت نزدیک به پایانه. نمیم دقیقا اگه شما تایم دارید، بله 5 دقیقه من از زمانی که شروع کردم میبینم وقت دارید. اگر شما سخنی دارید بفرمایید. خیلی استفاده کردم آقای دکتر و واقعا نگاه من خودم همینه که یک هم نگرش سیستمی به کل هستی آدم داشته باشه، همین که سوگیری خشونتی نداشته باشه و در این دو جبهه قرار نگیره. لازم میدونم اینو اشاره کنم از دیدگاه روانشناسی که خشم یک هیجانی، همونطور که فرمودین و به درستی، خشم یک هیجانیه که در نهاد ما انسان ها هست. خشم خطرناک نیست و عامل بقای ما هم هست، برای اینکه خشم کمک کرده که ما از خودمون بیشتر مراقبت کنیم و زنده بمونیم. همونطور که فرمودین خشم زمانی دوچار آسیب هست که به تبدیل به رفتار بشه، تبدیل به رفتار که میشه خشونت رو ایجاد میکنه و اون آسیب زاست هم به خود فرد، هم به محیطش، هم به افراد دیگه، هم به در سطح جهانی اصلا نگاه کنیم در سطح خیلی عمومی آسیب رفتاری، روانی و اجتماعی رو شامل میشه. پس بنابراین اینطوری نیست که ما خشممون رو سرکوب بکنیم. ما اتفاقا در شفقت شما یه چیز قشنگ رو اشاره کردین، گفتیم که تو درون ما به آغوش بکشیم شفقت رو و اجازه بدیم آبیاری بشه. ما دردامون رو، هیجاناتمون رو هم به آغوش بکشیم، ولی اینکه اونا مدیریت رفتار ما رو به عهده نگیرن. اجازه این رو نباید بدیم که ارباب رفتار ما بشن و یا ما رو هدایت بکنن تو مسیری که خودشون میخوان. یعنی هیجانات ما به قول فرمایش شما از پس مغز هیجانی ما میاد و وقتی مغز هیجانی ما فعاله، مغز شناختی ما فعال نیست، تحلیل نمیتونه بکنه. اگر اجازه بدیم که تبدیل به رفتار بشه، آسیبزا خواهد بود. و اتفاقا تو روابط بین فردی خیلی وقت ما میبینیم که احساس پشیمونی، گناه میکنیم که چرا از این حرفو زدم، چرا این کارو کردم. بنابراین اجازه بدیم که هیجان‌ها ایجاد بشن ولی مدیریتش به عهده خودمون باشه و اجازه ندیم که اونو تبدیل به رفتار بکنیم. کمی فرصت بدیم آروم بشه هیجانات، چون هیجانات میان و میرن، ثابت نیستن. و وقتی که مغز هیجانی ما آروم شد، تازه مغز عقلانی و شناختی ما فعال میشه، میتونه تحلیل کنه موضوع رو و در نتیجه راه حل های مناسب با موضوع اتخاذ بکنه. و اون موقع است که شما انتخاب پاسخ دارین، واکنشی رفتار نکردین، آنی تکانشی رفتار نکردین. در نتیجه چون متناسب با موضوعه، بعداً نه دچار احساس عذاب وجدان دارین، نه آسیب جدی خورده که بخواین جبران چندگانه انجام بدین و رابطه هم پایدار میمونه. اینا خیلی صحبت‌های قشنگی بود که فرمودی. من نه
خیلی نکاتی که شما فرمودید خیلی خوب بود. خیلی از ملاحظه‌ای که فرمودید، یعنی یه بخشی رو که من پیش‌فرض گرفته بودم که دوستان قاعدتا باید بدانند و مخفول گذاشتم رو شما ذکر کردید و خیلی خوب شد. چون یه جای دیگه هم من در همین موضوع صحبت می‌کردم توی کلاسی، همین مسئله پیش اومد. ببینید خیلی ملاحظه به جا و خوبی بود، واقعا سپاسگزارم از شما. ببینید واقعا اینو و به عنوان تکمله من عرض میکنم، واقعا من منظورم این نیست که خشم چیز بدیه یا حتی خشونت چیز بدیه به طور کامل و مطلق. ببینید خشم اولا یکی از به قول شما یک مکانیزم‌های دفاعی ماست و اینم جزو عوامل بقای ما بوده است. خشونت هم حتی یه جایی میتونه مجاز باشه. یعنی یه کسی که مثلا اگه یک حیوان درنده‌ای به من حمله کنه، خب من قاعدتاً من هم خشونت می‌ورزم و حیوانات هم. من همین چند وقت پیش مثلا نزدیک در حقیقت لشکری از مورچه‌ها بودم و من سعی کردم که روی اون خطی که اینا حرکت میکنن نرم، ولی جالبه که اون مورچه‌های محافظ یا نگهبان در فاصله مثلا 3-4 قدمی هم منو خطر تهدید تشخیص دادن و حمله کردن به من و شروع کردن منو گاز گرفتن و به خشونت ورزیدن. ولی خشونت اونا مجازه، یعنی دارن به من هشدار میدن که ببین تو داری به حریم ما نزدیک میشی، برو اونور. حریم شناسی درسته، منتها و اینو من یه جایی هم در مورد سعدی صحبت کرده بودم، به نظرم سعدی خیلی خوب مرزهای رو نشون داده. من باید برای حریم خودم ارزش قائل باشم و دیگری رو از حریم خودم برانم، ولی باید بدون مرز این خشونت کجاست. من وقتی یه تعدادی زنبور میان مثلا توی کنج خونه من لونه میکنن و خب وارد حریم من میشن و ممکنه به من آسیب بزنن، میتونم سم بیارم همه اینا رو تارومار کنم، قتل عامشون کنم. میتونم با روش هایی که یک کسی که زنبوردار بلده کسی رو بیارم همه اینا رو مهار کنه و ببره در طبیعت جای دیگه رها کنه. من چون خب این مثال رو دارم به کار میبرم در مورد انسان‌های دیگر هم همینطوره. یعنی ما اون خشونت مجاز که برای حریم خودم ممکنه که لازم بدانم حد و مرزهایی داره و من باید بدونم که اون حد و مرزها رو چگونه تعریف کنم که تبدیل به عنصری برای گسترش شقاوت در عالم نشوم. تمام دعوا اینجاست. اگه واقعا این نکته رو ملاحظه رو نمی‌فهمین، این بحث من باز ممکن بود که ناتمام بمونه و محل یه سری انتقادات به جایی واقع بشه که به خاطر اینکه من اینو مخفول دارم و بنابراین اینو من تاکید میکنم که دقیقاً اینجوریه. من هم خشم رو دارم به اون معنای غیر قابل کنترل و آسیب زنندش به کار میبرم، هم خشونت رو هم به معنایی که داره ویران میکنه، رفتارهایی که داره در حقیقت آسیب زننده است، هم به من هم به دیگری و دودش داره تو چشم خود هممون میره. محل بحث من این نوع از خشونت است. وگرنه به هر حال در یک حد و مرزهایی که اونم میتونیم به طور تفصیل در مورد مصادیقش بحث کنیم، بله ممکنه جاهایی به عنوان منع دیگری و به معنای فقط دور راندن دیگری از حریم من، حریمی که در حقیقت البته اونم باید تعریفش مشخص باشن، من ممکنه تا حدی مجاز به میزانی از خشونت باشم. به همین دلیل مجازات تو سیستم حقوقی جهان لازمه. ما باید مجازات کنیم. کسانی که به یک مثلا زن جوان تجاوز میکنن اینا نباید مسئول از مجازات باشن. اگه ما با اینها خشونت نورزیم، مجازات اینها مصداق خشونت، نه، این مجازات چون این کسانی کاملا خشونت مجازی است، کاملا خشونت مجازی. منتها خب حالا اونم بایستی در جایگاه خودی. بحث من سطح فلسفی داستان بود و بحث کلی. خب حالا تعیین مرز اینها هم توی در حقیقت ناحیه مرزی بین فلسفه و حقوق تعریف می شود و اونجا ما باید دلایلمون رو بیاوریم که چرا با مجازات بسیار خشونت آمیز اعدام مثلا مخالفیم برای هر کسی حتی و چه نوع از مجازات و حتی اون کسی که چنان جرمی هم مرتکب شده با شکنجه شدن زجرآور او هم مخالفیم.
اما میتوان مجازاتی تعریف کرد که مجازاتی انسانی باشه که در حقیقت بتونه مجاز باشه. اینا کاملا بایستی مرزهاش مشخص بشه و تعیین بساط بشه تو مرز بین فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و شاید حتی زمینه‌های دیگری از علوم هم کسب می‌کنه. کاملا آقای دکتر واقعا خیلی عالی بود. من خیلی خودم استفاده کردم، دوستانم مطمئنم که اونایی که حضور داشتن استفاده کردن و کسایی که بعداً گوش خواهند کرد مطمئنم که لذت خواهند برد و استفاده خواهند کرد. موضوعی که پایان من میخواستم بگم این که مسئله تعیین کردن مرز خشونت مجاز و غیر مجاز که خیلی وقتا مطرح میشه که شما فکر میکنید که ما رو میکشن، ما وایسیم نگاه کنیم شفقت اینجا چه معنایی داره، نباید یه کاری بکنیم. شما میگین یعنی خشونت نباید. نه، چرا؟ جاهایی هست که ما اتفاقا به خاطر مراقبت از کرامت انسانی و سجایای انسانی باید اونجا مقابله بکنیم. هرچند که خیلی ساده نیست مرزش رو تعیین کردن، پیچیدگی های زیادی وجود داره. آموزش ها تأثیر گذارن، فرهنگ خودش تاثیرگذاره، سیستم حکومتی تاثیرگذاره، سیاست تاثیرگذاره، جوامع دیگه تاثیرگذاره، اون بافت و کانتکستی که شما فرمودین خیلی تاثیرگذاره. پس خیلی موضوع پیچیده‌ایه. به همین راحتی یک و دو نمیتونیم بگیم این اینه و این اینه. شفاف نمیتونیم و ساده بیانگاریم. این رو خیلی پیچیدگی داره و نیاز به واقعا عمیق شدن در مسئله داره. همونطور که همیشه من اجازه میخوام ادامه بدیم مطالب رو، اجازه میخوام که وقت تنظیم بکنید، دوباره ما در خدمتتون باشیم ادامه صحبت ها رو بکنیم. سپاسگزارم. باشه حتما. من تجربه خوشحال میشم در خدمتتون باشم. بله، همین موضوع که گفتید میتونه موضوع بسیار جدی باشه برای بحث کردن و برای صحبت کردن. ببینید این پیچیدگی ها یک کاملا به حق و به جا میفهمم، ولی یک خطری تو دلش هست. وقتی که یه سوال پیچیده وجود داره، این مخاطره وجود داره که ما به دنبال جوابهای راحت بسته‌بندی شده و آماده بریم و به همینجا در حقیقت پتانسیلی است که رسانه ها با پروپاگانداشون ما رو فریب میدهند و به دام اونها میافتیم. پیچیدگی بایستی ما رو به تأمل بیشتر واد بدارد و نه اینکه پس خب به یه جواب ساده بریم پاسخ رو پیدا بکنیم. و خب و در جهت همین هم من برای اینکه میگم ما برای اینکه ببینید من به محض اینکه حالا باز یه روانشناس کنار من باشه که در مثلا کسی که روانشناسی جرم شناسی کار کرده باشه یا در مورد انسان‌هایی که به حال به قتل انسان‌های دیگر دست می‌گمارند، اینها رو مورد روانشناسی یا پژوهش علمی قرار داده باشه، باید در کنار ما باشه تا صحبت بکنه. من برای اینکه خب حالا جایی گیرم که در وهله اول مجاز بودم، اما آیا من ممکنه تبدیل به یه موجود خودم هم تبدیل به یه موجود اهریمنی و شرقی بشم؟ من دو تا چیز بگم و سخن امروز رو به پایان ببریم که حالا اینم خیلی ناتمام. اولا اون جمله خیلی معروف نیچه که همه شنیدیم که آن کس که با اهریمن پنجه در میافکند بیم آن میرود که خود تبدیل به اهریمن شود. ببین بله ممکنه یه جایی من در مقابل اهریمنم، اما باید مراقب باشم که چگونه بجنگم که خودم اهریمن نشوم، چون سریعترین امکان و بیشترین پتانسیل ظرفیت وجود داره که من هم خودم در این نبرد تبدیل و در بیشتر موارد همین اتفاق میفته. نکته دوم، همین الان که شما اینو گفتید به طور خیلی ناگهانی یاد خاطره یه فیلمی که من در کودکی مثلا 7-8 ساله بودم تلویزیون نشون میداد افتادم. داستان کسی بود که خب کودکش مورد تجاوز یک راننده کامیون قرار گرفته بود و کشته شده بود، خب به طرز زجرآوری. ما اول احساس همدلی میکنیم و که این حق انتقام میدهیم بهش، اما اون فرد مثلا پدر اون کودک دیگه شده بود تبدیل به یک قاتل زنجیره‌ای همه رانندگان کامیون و مسئله موضوع فیلم این بود که کیه که داره دقیقاً فقط راننده‌های کامیون رو مورد
یعنی این نگشته بود مثلا پیدا کنه اون فرد رو، چون ناممکن میدانست احتمالاً، و همون فرد رو مجازات کنه، تعمیم داده بود. خب در حالی که در میان اون رانندگان کامیون خود اونها ممکن بود انسان‌های بسیار رؤوف و مهربانی باشن، هم نسبت به دیگران، هم خودشون اونها بچه‌هایی داشته باشن. یعنی دیدن خانواده‌های اونها، این همه اینا مهمه دیگه. ببین ناکن خیلی مرز حساسی وجود داره که من از یک خشونتی که خودم رو مجاز میپندارم ناگهان تبدیل بشم، هم خودم تبدیل به یک قاتل بشم، خودم تبدیل به یک عنصر شقی در عالم بشم. و بنابراین ما بایستی خیلی مراقب باشیم و برای این مراقبت اول باید مراقب ذهن خودمون باشیم. من زمانی که درگیر همون چیزی که در بحث امروز شد کردم، زمانی که تو ذهنم انسانها رو گروه بندی کردم و گروهی رو به خاطر انسانی رو به خاطر تعلقش به اون گروه شایسته مرگ دانستم و طرد کردم و او رو بی اهمیتم، من باید بدونم اینجا دیگه واضحه، اینجا یه پاسخ واضح میتونم بدم که بله من هم در چرخه خشونت الان، در چرخه شقاوت الان قرار گرفتم. و بنابراین هی ما این یه بارم این خودشناسی اتفاق نمیفته. ما مادام باید برای اینکه تبدیل به اهریمن نشویم، ما مادام باید به دنبال رصد خیشتن و خودشناسی، این جمله پایانیمون باشه، خودشناسی که این همه از سقراط تا کنون و همه حکمای باستان تا کنون برش تاکید می شود که مهمترین چیزه امری یکباره و پایان یافتنی نیست. یک امری است که به تمامی سراسر زندگی ما باید کشانده شود و ما در تمام زندگی باید مدام در حال رصد خیشتن و دوباره خودشناسی خیشتن و دوباره واکاوی خیشتن باشیم، وگرنه ما هم تلف میشویم و دیگران را هم به دنبال خودمون تلف. خیلی ممنون. خیلی بزرگواری. مرسی، خیلی خوشحال شدم. مرسی، خیلی استفاده کردم. سلامت باشیم، مراقب خودتون باشید. ممنون، خدا نگهدارش. دوستان عزیز، شنبه با آقای دکتر یگانه یه لایو کوتاهی خواهیم داشت، با ما همراه باشید. به امید دیدار. خدا نگهدار. شبتون خوش.